درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 57. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. اثرهای استاد از ساحل‌های دریای ینتسه تا ساحل‌های گنگ و نیل تا وارشاوا و پاریژ در میان خوانندگان دست به دست می‌گردند. میرزا ترسونزاده. صدرالدین عینی همچون اساسگزار ادبیات سویتی معاصر تاجیک، عالم و استاد زبردست سخن بدیعی در ساحه ترقیات زبان ادبی حاضره تاجیک، زبان و اسلوب نثر معاصر رول بزرگ جمعیتی و تاریخی بازیده است. ناصر جان معصومی. از تذکیر نویسان معاصر صدر ضیا صحبا را بدین نهج تصویر کرده. دیگر شاعری هست دانش شعار ز تومن کاماتی ملکی بخار. کامات نامی قدیمی وابکند است. دیگر شاعری هست دانش شعار ز تومن کاماتی ملکی بخار. که میرزا حییت نام و صحبا لقب زند جوش طبعش چومی از طرب. فضیلت دیسار غیور و دلیر به گفتار و کردار چون نر شیر. به نیروی باز و آن پاک دین در این عصر نامد بروی زمین. به اظهار حق آشکار و نهان ندارد حذر از کهان و میهان. به حدی که در پیش شه زین نسق کند دایما نشر و اعلان حق. این ابیات جسارت ادبیه صحبا را که عاقبت سرش را به باد ظلم داد به خوبی بیان می نماید. صدر ضیا بعد از آن که مجاری حالات صحبا را می نویسد
درباره اخلاقش می نگارد. گهی احتیاج است بحری سخا، گهی امتزاج است کانی وفا. به پای کسی گر زند خار نیش، روان آورد مرهم از جان خویش. این توصیفات ضیا طبیعی بی ریاست، چنانچه در آخر می گوید: بدو کاری من هیچ نفتاده است، به آمد شدی راه نکشاده است. هر آنچه شنیدم من از دیگران، کشیدم در این جا به شرح و بیان. صهبا صاحب دیوان است، نامی این پیر قربانی راهی تجدد، انقلاب و حقگوی را به طبع و نشر کردن دیوانش با ترجمه حالش زنده کردن از جمله وظیفه های انقلابی است. محمد طاهر خواجه زریری جویباری بخارایی ملقب به ازبک خواجه، وفات 1307. از تذکیره صدر ضیا. کی چشم دلم با تو دوچار افتد و گرید، چشمی تو بروی من زار افتد و گرید. عمریست که بر سر بجز اینم هوسی نیست، کاندر قدمت یک دو سه بار افتد و گرید. گاهی که فتد چشم بران گیسو و عارض، از شوق بسا لیل و نهار افتد و گرید. خواهم که کنم وام 200 دیده ز نرگس، تا در پی آن شاه سوار افتد و گرید. بینم سگ آن کوی و بگریم چو غریبک، چشمش بروخی یار دیار افتد و گرید. تا حشر بروید ز مزارش گل سیراب، چشمی که بدان تازه عذار افتد و گرید. بفریست زریر این غزلی تر سوی آمول، تا مرقد طاریب 2 3 4 افتد و گرید. فرق از آن به دست نگیرم عصا به موسم پیری، که پیش پیش رود یک قدم به سوی تو از من.
زریر کوری مادرزاد بود، بنابراین تخلص خود را زریر قرار داد. کوری خود را بدین بیت تعویل نموده. از تذکیره تحفة الاحباب: بس که دلگیر است طرزی صحبت اهل جهان، از ازل دانسته چشم خویش پوشیدم از آن. زریر قرآن را با تجوید حفظ نموده، با وجودی بیچشمی علوم رسمیه را آموخته، تاریخ و تراجم احوال را یاد داشته، از ابیات متقدمین تقریباً 5000 بیت را از بر کرده، صحبت آرا و حاضر جواب بوده. اهل فضل و کمال همیشه به خانه‌اش گرد آمده مشاعره ها می کردند. از آن جمله شمس الدین مخدوم شاهین را به فرزندی قبول کرده تربیت ها نموده است. شاهین در تحفه دوستان خود او را مدحیه ها گفته است. از آن جمله از تحفه دوستان شاهین: خدا را چی سحر است تقریر او، که ایجاز غیبی است در زیر او. اگر مرده دل بشنود نکته‌اش، خیرت برگشاید رگی سکته‌اش. نیوشنده یابد چنان ذوق و حال، که گویی بنوشیده آبی زلال. اگر سحر خوانم نه جادوگر است، ور ایجاز گویم نه پیغمبر است. جز این هر دوگر خرق عادت بود، همین شق سالیس کرامت بود. توان گفتن آن پیر دانا ولیست، که فرزند زهرا و سبط علی است. ولایت دلیل ندارد جز آن، که بی چشم بیند جهان را عیان. گرش چشمی سر نیست چشمی سیر است، که اسرار عالم برو ظاهر است. تخلص بشیرش از آن شد زریر، که نادیده مو می کشد از خمیر. گرت چشمی باطین شود رهنما، بود تکیه بر چشمی ظاهر خطا. مرا دیده اندوده بهتر بگیل، چو اسرار غیبی ببینم بدیل. بود چشمی باطین گر از عیب پاک، چه غم چشمی ظاهر بود عیبناک. توان جستن از چشمی ظاهر گزیر، اگر چشمی باطین بود در ضمیر. در آن خانه گر شمع روشن بود، خدا را چه حاجت به روزن بود. توانی بگیل روزن اندوده گیر، دل از زحمتی شحنه آسوده گیر.
نخواهی گر از مار دیدن گزند، به کاشانه سوراخ دیدی ببند. قاضی محمد شریف صدری ضیا، تولد 1282 از تذکیره افضل. قصیده در شکایت. در این جهانی کدورت نشانی افسونگر، در این زمانی نحوست عیانی دون پرور. چی جورها کی نکرده است با من این گردون، چی ظلمها کی نکرده است با من این اختر. نموده پیکری من مخزنی هزار آزار، نموده سینه من مجمری هزار آذر. دلی فگاری مرا کرد چون قفس صد چاک، تنی نزاری مرا کرد همچو خس لاغر. همیشه درد و الم کرد با دلم مدغم، هماره رنج و میهن کرد با تنم مضمر. به چار سوی جهان در 4 فصل سپیر، گشاد باب غم از 6 جهت شدم 6 در. نه محرمی که کنم حال زار خود اظهار، نه همدمی که سرایم سخن کند باور. نه مونیسی که بپرسد ز سوز سینه من، نه مشفقی که نهد دست شفقتش بر سر. کدام خویش که اندر تنم نزد 100 نیش، کو آن تبار که اندر سرم نزد به تبر. کدام خال که خالی بود ز کینه من، کدام عم که بود غمزدای مهرآور. به هیچ گونه ندیدم بجز جفا و ستم، از آن فریق که بودند خادم و چاکر. به هیچ روی ندیدم به غیر حزن و ملال، از آن گروه که خوانی مطیع و فرمانبر. این قصیده 45 بیت بود، به همین قدر اکتفا رفت. غزل. کرده افعی 2 زلفت ز یسار و ز یمین، بهر قتل منی بیچاره ز هر گوشه کمین. زلفی مشکینی پر از چینی تو عشرتگه دل، چشمی مخموری پر از نازی تو غارتگری دین. ای لبی لعل و رخت لاله و چشمت نرگیس، رشکی زلف و میژه و خال و خطت آهوی چین. وقتی آن است که خوانی به خودم از سری لطف،
که زی هجری تو زیا گشته بسی زار و حزین. فردیات در نظیره. شاهی حسن آمد و بیر بود دلم با خط و خال، این چی شاهی عجبی بود و سپاهی عجبی. دی نسیمی سحری نکهت از آن سری زلف، خواست آرد به منی دل شده کاکل زد و بود. در تضمین به هنگام خط و خالی سیاهش، شبی ما روز دارد نه ندارد. زیا پسری دام الله عبدالشکور آیت است که از متفردین استادهای زمان خود بودند. صاحب ترجمه در سایه معرفت وایه پدر کسب کمال نموده. بعد از وفات پدر بیش از پیش به گردآوری خزاین فضایل کوشیده است. زیا از جمله علمای ترقی پرور به شمار می رود. بنابراین امیر عالم در سال 1917 برای اجرای فرمان اصلاحات مما الیه را در بخارا قاضی کلام کرد. چون امیر از فرمانی نشر کردهش نکول نمود، زیا را نیز معزول کرده ظاهراً در قرشی قاضی حقیقتاً از بخارا تبعید نمود. به مناسبت واقعه کارسف در سال 1918 ماه مرد مما الیه را مع برادرش در قرشی حبس و برادرزادش را قتل کرد. بعد از 70 روزی محبوس شدن به عنوان نظربندی به شهر سبز قاضی کرده در زیر نظارت عم خود اکرم خان که در آنجا حاکم بود سپارید. بعد از انقلاب کبیر بخارا و بخارا آمده و خدمت‌های حکومت شورایی مشغول شد. زیا شعر را کم می نویسد. در نظم اثری نمایانش تذکیرت الشعرای منظومه است که در آن شعرای معاصر را به طریق انتخاب درج نموده، اما آثار منصورش بسیار است. از آن جمله روزنامه است که در آن سانحات عمری و عصری خود را نوشته است. تذکیرت الخطاطین، در این کتاب خطاط‌های مشهوری متقدمین و متأخرین را با ترجمه حالشان یاد کرده است. تاریخی نوشته است که مشتمل بر ذکر پادشاهان ایران، افغانستان، ترکیه، روسیه و اولاد تیمور است.
نوادر ضیاییه. این مجموعه محتوی است بر حکایات شیرین و لطایف نمکین که محرر دیده و شنیده خود را با عبارات ساده هزل‌آمیز تصویر کرده است. افسوس که روزنامه و بعضی منشآت مهمه ضیا در فلاکت محبوسی قرشی تلف شده. حد موزونت که از تو با مثال افتاده است، باغ خوبی را نهاده بر کمال افتاده است. حد موزونت که از تو با مثال افتاده است، باغ خوبی را نهاده بر کمال افتاده است. معجزه روی تو را لازم که از ابرای رو محترم در یک مکان بدر و هلال افتاده است. محترم در یک مکان بدر و هلال افتاده است. محترم در یک مکان بدر و هلال افتاده است. آن میان از ناز که هرگز نیاید در خیال، دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. آن میان از ناز که هرگز نیاید در خیال، دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. مست تازه تلخکامان را به یک رمزی سخن، لعل میدونت عجب شیرین مقال افتاده است. مرحمت کن پرسانش را که از درد و غمت عینی بیچاره از حال به حال افتاده است. عینی بیچاره از حال به حال افتاده است. عینی بیچاره از حال به حال افتاده است. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 57 رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.